موضوع نهضت اسلامی تاجیکستان که جزئی از نهضت اسلامی جهانی در افغانستان، در مصر، در سایر گوشه و کنار افریقا و آسیا بود. این یک جنبش جهانی بود. البته نسبت به هر جغرافیا فعالیت‌ها با مو جغرافیا متفاوت بود. یک موضوع این حق مسلمین بود که این را انجام میده، تا قیامت هم انجام میده. اما آمدیم در تاجیکستان این حزب بعد از پیمانی که بسته شد باز بر روی توطئه‌های مثلا پیدا و پنهان مثلا حاکمیت اینا به زندان رفتن یا مثلا علیشان توطئه ادامه داره تا به این روز هم بالاخره ممنوع اعلان میکنن. یک موضوع روشن باشه که یک مقوله افراط که امروز در دنیا رایج است، این پیش از این که نسبت به مسلمانای کلمه افراط و تفرید رایج باشه، پیش از اسلام در کلیسا و در مسیحیت و در قرون وسطا افراطگرایی رایج بود. ارباب کلیسا در قرون وسطا بشریت و زیر داری مثلا چوبه های دار می‌بردن، با آتش می‌سوختاندن. افراطگری پدیده است که از کلیسا و ادیان منسوخ شده و انحراف یافته آمده. موضوع دوم افراطگری که امروز مثلا حاکمیت تاجیکستان نسبت به ملت خود، نسبت به مسلمانان داره، این افراطگری واقعا یک افراطگری است که ضدیت هم به کرامت انسانی داره و هم به آزادی که جوهر انسان در آزادیش است، به خصوص آزادی عقیده. ما به این فکر هستم اولا حاکمیت تاجیکستان به خصوص امام علی رحمانوف به قرون وسطای مسیحیت برگشته. اصلا در قرن 21 نیست. اگر در قرن 21 باشه تفتیش عقیده نمیکنن. تفتیش عقیده پدیده است که در قرون وسطا بود که در اون روز بشر خرید و فروش میشد، زن انسان نبود، بشریت به تجارت انسان‌ها تجارت میشدن. امام علی رحمانوف تفتیش عقیده را در قرن 21 آغاز کرده. از زمانه خود بسیار عقب است و بزرگترین افراطگرای دنیا امروز کی است؟ امام علی رحمانوف است که در برابر اعتقاد، باور، آزادی یک ملت استادگی میکنه. با منش دیکتاتورانه میخواه اعتقاد مردم سرکوب کنه. دوم پیروی از استالین است. استالین با این سرکوبی 30 میلیون انسان کشت. این نقش مثلا مارکسیستی است که بیای یک اعتقاد ولو کم باشه یا زیاد باشه سرکوب کنی، با درجه‌ای که به اعتقاد اسلامی را سرکوب کنی، در حالی که اعتقاد اسلامی 1 میلیارد و 700 میلیون پیرو در دنیا داره. حمله بر اعتقاد یک مسلمان حمله بر 1 میلیارد و 600 میلیون انسان است و کم نیست. فکر کنه که محدوده در تاجیکستان ما جفا کرده. اعتقاد یک انسان مسلمان همون اعتقادی است که به 1 میلیارد و 600 میلیون مسلمان تعلق داره. میایم مسئله زن در مسجد بروه یا نروه. نبی صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه ما دلایل فقهی بگوییم، فقه اصل دین نیست، فرع دین است. نبی صلی الله علیه و سلم زنا در اصلش به مسجد می رفتن، یک دلیل. دو، به سنت قولیش منع کرد، گفت که کسی زنا را از مساجد منع نکنه، ولا تمنع اماء الله مساجد الله. این کنیزکان خدا را، یعنی این دختران خدا را، اینا را از مساجد شما منع نکنین. رسول مکرم اسلام میگم شما منع نکنین، ما بیایم زن از مسجد منع کنین. این در برابر سنت نبی مکرم اسلام قرار گرفتن است. این فتوایی است که میایم معارضه با حدیث میکنیم، معارضه با افعال 23 ساله نبی پیامبر اسلام میکنیم. زنا در مدینه در خطبه های نبی صلی الله علیه و سلم حضور داشتند، در خطبه های خلفای راشدین حضور داشتند، در خطبه های بعد از اونها حضور داشتند. این وقت اجماع امت هم به این باشه، سنت رسول هم به این باشه، این قطعا غلط است که نباشه. ما به این باور هستم که در این قضیه ملاهایی که همسویی کردن با نظام جرم عظیمی را در برابر خدا و امت اسلامی مرتکب شده. دو، نظام در برابر نام اسلامی، درس اسلامی، دعوت اسلامی، سیاست اسلامی،
قد علم اعلان کرده. مطمئن باشن که اینا با تیغ خود کشته اند. اسلام با زندانی کردن و شهید کردن کسی نمیمیره. جریان اسلامی به تهدید نابود نمیشه. جریان اسلامی افراد نیست. جریان اسلامی یک جریانی است که در روح خون و فکر یک جامعه میدمه. این یک روح است که در دل و جان جامعه تاجیکستان دمیده شده، در مسلمان ها دمیده شده. با تهدید و تخویف ای از میان برداشته نمیشه. امام علی رحمانوف و همکاراش بدانند که خود با تیغ خود اینا ذبح کردند. امروز باشه فردا باشه نصرت از آن اسلام است. ما زبان ریاض داریم که جماهیر شوروی بود کشور ما را تهدید میکردند، ناخونای مسلمان ها را در افغانستان میکشیدند، اما در برابر ما شکست خوردند. امروز نقشه شوروی نیست، مگر امام علی رحمانوف از شوروی هم کرده تواناتر است از جماهیر شوروی و اسلحه اتمی داشت، تانگاها، تیارای بمب افکن، قوای به حد و زیاد. دشمنی با اسلام کرد، شکست خورد. هر کسی با اسلام دشمنی کنه در شکست است. امام علی رحمانوف هم امروز حاکمیت و حکومت تاجیکستان در برابر اسلام، در برابر مسلمان ها آمدن دشمنی دارن. بدون تردید به ملت تاجیکستان بشارت میدیم، امیدوار باشن که روز این سرنگون میشه، نابود میشه، به موچای خود فرو به زمین میرود. دشمنای انبیا نابود شدن، دشمنای دعات اسلام نابود شدن. اینا هم در برابر اسلام دشمنی دارن، نابود میشن بدون تردید.